من پیش از سر کردن این کار بسیار پورتریت ها میکشیدم با قلم و با کراسکه و با دیگه چیزا. بعد سرشوی این کار ای دوری مکتبی سرشدگی بود. در او وقت در فن گیومتری فیگوره بروری، یعنی نقطه را به نقطه پیوست کرده یکم فیگوره شکل‌واره یافتم بود. بعد او وقت من خود به خود وعده دادم که یگان نمودی دیگری همین کار می‌یابم و به دانشگاه در آمدم. قطعی معنا و معلومه ها بسیار کار کردیم و یاد گرفتیم که یک استیلی نوی رسم کشی را، یعنی خودشتوینی را بروریم. در وقتی میخ زنیم میخ باید یکی کندنش ممکن است و میشود رشته در وقتی کار کنی بکند و پلیسوش هم هست. بعد بود کردن کار میتوانین یکی گودکتون بازی کرده یکان جوی این کار را برید، این معنی ندارد که پورتریت ویران شید. با این یک نمود بافته میشود که بعد بریدنش هم بعد خیلی یک 50-100 تا رشته زران ایره ما محکم کرده بسته میمونه. بعد بریدنش هم یکان جوش ویران شده میرود. میشود همین جوی کندگی را آیستگی برای این پرتوین. اختصاص من دیزاین محیط معماری است. بعد ختم کردن دانشگاه من حرکت میکنم، اگر نصیب باشه در اختصاصی خودم کار میکنم. دورم نصیب یگان بگیم چیزهای نو را اختراع میکنیم، حرکت میکنیم. این کارا برای خوابی است.